مأموریت ولایت مختار کوهستان بدخشان خبر داد که صبح 21 میون سال 2022 با قرار وکیلان شهر خوروغ در اجلاسیه دهم دعوت ششم کوچه ایانبک شهر خوروغ به نام شاعر خلقی جمهوری تاجیکستان شیرین بنیاد نامگذاری کرده شد. شیرین بنیاد شاعر خلقی تاجیکستان سال 1941 در ناحیه روشقلا به دنیا آمده. سال 2011 در سن 70 وفات کرد. او از خود چند کتاب شعر به یادگار گذاشته است که بامداد، زرتیغ، شوی تیرانداز، شیروزه وعدت، آب زمین و آدمان و پوس خاطر از همین جمله اند. کوچه‌ای که به نام شیرین بنیاد گذاشته شد در محله خلیبزاد، یک منطقه در گذشته تحت نفوذ ایانبکوف جایگیر شده تا امروز به نام عبدالامان ایانبکوف معروف به الیاش گربون، یک فرمانده پرنفوذ نیروهای خوددفاع بدخشان در سالهای جنگ شهروندی نامگذاری شده بود. بعد کشته شدن الیاش گربون در ماه دکبر سال 1994 رهبری افراد او و محله خلیبزاد به دست دادرش طالب ایانبکوف گذشته بود. طالب ایانبکوف که یکی از لیدرهای غیر رسمی بدخشان به شمار می رفت، روز 11 میون سال 2022 بازداشت شد. الیاش گربون در تاریخ نوین بدخشان و تاجیکستان یک شخصیت پرافسانه به شمار می رود. مناسبت هم به شخصیت او یکسان نیست. برخی او را بیوک و نرکبران می شمارند، برخی دیگر قهرمان می نامند و می گویند او فایده را که از فعالیت‌های غیر قانونی به دست می آورد برای مردم صرف می کرد. عبدالامان ایانبکوف همگی 1 متر و 55 سانتی متر قد داشت و کوزه پشت بود و به همین دلیل لقب گربون یا کوزه پشت به وی دادند. او رشته مصاحبه دانشگاه دولتی را ختم کرده تا سال 1992 در بوفت فابریکه دوزندگی شهر خوروغ به حیث بوفچی کار میکرد. برادرش طالب ایانبکوف درباره او چنین نقل میکرد: الیاش از خردی بچه باهوش، کم گپ و جدی بود. ما حتی میترسیدیم با او زیاد صحبت کنیم. جدیت الیاش به خروج بیماری میانش ربط تنگاتنگ داشت. با سبب این بیماری او به کوزه پشت گرفتار و لقب گربون را صاحب شد. با این علت وی بیشتر ایام کودکیش را در بیمارخانه های پایتخت سپری نمود، اما متاسفانه بیماریش تبابت نشونده بود. یگانه فایده این سفرهای طولانی برای الیاش این بود که توانست زبان روسی را به پررگی از خود نماید. بیماری و مشقت زیاد اراده او را تقویت بخشید و دانستن خوب زبان روسی باشد او را همچون آدم باسواد معرفی میکرد. به خاطر این الیاش صاحب احترام در مکتب، کوچه خود و بعد چنده در تمام شهر گردید. بعد پیروزی فرانت خلقی در سالهای اول جنگ شهروندی و به ولایت مختار کوهستان بدخشان پناه آوردن هزاران نفر از زادگان این ولایت، الیاش گربون به یکی از لیدرهای غیر رسمی منطقه تبدیل یافته، فرمانده نیروهای خوددفاع بدخشان و هم مسئولیت جابجا کردن و با غذا تامین کردن مردم از جمله گریزه ها را به دوش گرفت. او را پابلو اسکوبار تاجیک نام می‌بردند و میگفتند پولهایی که الیاش گربون برای خورد و خوراک ساکنان بدخشان صرف میکرد از حساب قاچاق مواد مخدر است. او فقط بار با ژورنالیست روس مومین شاکروف، مؤلف کتاب نرک بیزنس در روسیه، اقرار کرده است که من دیگر اجراهی ندارم. اگر این کارو نکنم مردم از گرسنگی میمیرد. مرا گاهی پابلو اسکوبار تاجیک مینامند و فکر میکنند ثروت عظیمی دارم. اما شما خود شاهدید که ما در چه شرایط به سر میبریم. تمام پول دریافت کرده ما برای آذوقه و سلاح مصرف میشود و باز تنقیصی هم میکشیم. 7 دکبر سال 1994 الیاش گربون همگی 2 روز بعد از دعوتش به سپردن سلاح‌ها به طور مرموز در یک سوءقصد مسلحانه با استفاده از مینه‌ای که با صورت فاصلوی اداره میشد به هلاکت رسانیده شد. مینه را در یک سنگ در نزدیکی ستاد نیروهای خوددفاع بدخشان در شهر خوروغ گذاشته بودند. خولباش و قماندان دیگر بدخشانی که در حادثه‌های خوروغ او هم مثل طالب دادر گربون بازداشت شد، آن روز را چنین به یاد می‌آورد: الیاش مجنون و من همیشه یک جا بودیم. ما بسیار وقت از ستاد بیرون شده نزد سنگ کلانی که زیرش مینه گذاشتند توقف میکردیم. تشکیل کنندگان سوءقصد این عادت ما را میدونستند، اما در عرفه آن ترکش میان ما نافهمی به میان آمد. ما به عصبانیت به هر سو پراکنده شدیم. روز دیگر من به روشان میرفتم، در نزدیکی های فرودگاه الیاش را دیدم. ما به همدیگر اشاره نموده هر کدام با راه خود ادامه دادیم. بعد از رسیدن به روشان به من خبر دادند که الیاش را کشتند. برخی در قتل او فرمانده وقت مخالفین رضوان سعیدوف را عیبدار میکردند، چون که الیاش گربون مانع در حدود بدخشان به قول بسپردلی کردن افراد رضوان از جمله برادرش جمع شده بود. ولی مخالفین این را رد میکردند و میگفتند مینه‌ای که به واسطه آن گربون را کشتند $70,000 نرخ دارد که استفاده چنین سلاح گرانبها بیرون از توان آنهاست. بنا به فرضیه دیگر الیاش گربون را نهادهای ویژه روسیه از بین بردند، چون که مناسبت‌های او
با مرزبانهای روس در خورخ و اطراف اون نیز تیزوتون بود. سال 1995 در برنامه در زیر نقاب در تلویزیون روسیه یکی از کارمندان خدمات جاسوسی که در رویش نقاب کشیده صحبت میکرد اظهار داشت که الیاشا را مزعو کشته است. با این همه با گذشت قریب 28 سال اسرار مرگ الیاشا گربون همچنان پشت پرده رازها باقی مانده است.